سرخط خبرها. هشدار از احیای القاعده و داعش پس از هشدار احتمال فروپاشی ارتش. It is our intention also to continue funding the Afghan military, and that will be administered. پنتاگون از پرداخت تنخوای نیروهای امنیتی افغانستان اطمینان می‌دهد. آغاز آبگیری بند شاه و عروس تا یک هفته دیگر. روند استملاک زمین‌ها و خانه‌های مردم در اطراف بند تمام شده است. تا آخر هفته ما به آبگیری بند شروع کنیم. نبود مسئولیت غذایی تهدید در برابر 14 میلیون تن در افغانستان. خدا شاهد است که این نان قاقا این سرش آویجش میپرته همه استفاده میکنیم. در بادغیس از فاجعه انسانی ناشی از خشکسالی هشدار داده می شود. و آغاز عقب نشینی نیروهای روس از مرز اوکراین. سلام و وقت بخیر. فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا از احتمال احیای القاعده و داعش در افغانستان هشدار می‌دهد. او پس از هشدارهایش در مورد احتمال فروپاشی ارتش افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی امروز در پنتاگون میگوید که اگر فشارهای نظامی بر القاعده و داعش حفظ نشود ممکن این گروه‌ها دوباره در افغانستان احیا شوند. کنت مکنزی میگوید هزاران قراردادی آمریکا هم یک جا با نظامیان این کشور افغانستان را ترک خواهند کرد. او اما بار دیگر تاکید می‌کند که پشتیبانی کشورش از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داشت، از جمله پشتیبانی از نیروهای هوایی افغانستان و پرداخت تنخوای نیروهای امنیتی. بهاءالدین انصاری گزارش. ادامه هشدارهای نظامیان ارشد آمریکایی در مورد وضعیت پس از خروج افغانستان. فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا پس از هشدارهایش در کمیته روابط نظامی سنای آمریکا در مورد احتمال فروپاشی ارتش افغانستان اینجا در پنتاگون میگوید که اگر فشارهای نظامی بر القاعده و داعش حفظ نشوند ممکن این گروه ها دوباره در افغانستان احیا شوند. او تاکید می‌کند که آمریکا در آینده گروه‌های هراس افغان به شمول القاعده و داعش را تنها از راه دور زیر نظارت خواهد گرفت. لذا فشار بر این گروه‌ها مسئولیت اصلی دولت آینده افغانستان است. I think Al-Qaeda and ISIS will be able to regenerate. فکر می‌کنم که القاعده و داعش در صورتی که فشارهای نظامی بر این گروه‌ها حفظ نشود دوباره ظهور خواهند کرد. ما در مورد ترکیب دولت آینده نمی‌دانیم. این کار چنانچه طالبان تعهد کردند توسط این گروه انجام خواهد شد. ما خود را ملزم به این فشارها نمی‌دانیم. این مسئولیت دولت آینده افغانستان است که آن را باید انجام دهد، اما به نفع همسایه‌های افغانستان به شمول ایران است که القاعده و داعش در افغانستان فعالیت نداشته باشند. از دست رفتن بخش‌های زیر اداره نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پس از ترک نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان نگرانی دیگری بود که دیروز این ژنرال 4 ستاره آمریکایی در سنای آمریکا آن را مطرح کرد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باقی خواهند ماند، با قدرت در برابر گروه‌های تروریستی مبارزه خواهند کرد. مردم افغانستان باور کامل به توانایی و ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دارند و نسبت به هر زمان دیگر امروز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از لحاظ کمیت و از لحاظ قابلیت‌های محاربه‌ای رشته قابل ملاحظه کرده. مکنزی در وزارت دفاع آمریکا این را هم گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ممکن با یک جنگ خیلی سخت با طالبان روبرو باشند. بگذارید این را واضح کنم که ما به پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه می‌دهیم، اما خیلی دشوار است که این حمایت‌ها را به گونه‌ای که در داخل افغانستان داشتیم در آینده داشته باشیم. اما نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک جنگ سخت در پیش خواهند داشت. طالبان تلاش خواهند کرد که حمله‌های بیشتری انجام دهند. خروج پیمانکاران آمریکا از افغانستان هم بخشی از طرح خروج است که به گفته مکنزی همزمان با خروج نظامیان به اجرا گذاشته خواهد شد.
مکنزی خطاب به طالبان میگوید کشورش برای خروج امن و مسئول نیروهایش از افغانستان آمادگی کامل گرفته است. پیش از این طالبان گفتند که هنوز زود است درباره حمله به نیروهای آمریکایی چیزی بگویند، اما همزمان هشدار دادند که مسئولیت هر پیامد آمریکا خواهد بود. خروج نیروها به معنای ترک همیشگی افغانستان و فراموش کردن این کشور نیست. به این معناست که آمریکا توجه به افغانستان خواهد داشت، اما نه آنچنانی که در افغانستان حضور داشت و بیشتر تلاش خواهد کرد منازعه از طریق دیپلماسی و مشارکت بیشتر کشورهای منطقه به قضیه افغانستان حل و فصل شود. عصای وزارت خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد نمیخواهد پس از خروج نیروها مشکل جدید در افغانستان ایجاد شود. پاکستان خواستار خروج منظم مسئولان نیروهای آمریکایی از افغانستان است، زیرا اسلام آباد نمیخواهد مشکل جدیدی در افغانستان ایجاد شود. پاکستان به طور مداوم از روند صلح جاری در افغانستان پشتیبانی میکند. با این حال این جنرال 4 ستاره آمریکایی میگوید بودجه برای حمایت از نیروهای هوایی افغانستان و نیز پرداخت معاش ماهوار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان وجود خواهد داشت. نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه امروز در استانبول برگزار شده است. وزارت امور خارجه کشور میگوید که از سرگیری گفتگوهای سال میان دولت افغانستان و طالبان تقویت اجماع منطقه‌ای و ویژه نقش پاکستان و ترکیه در پشتیبانی از روند صلح بحث‌های محوری این نشست است. با این حال وزیر امور خارجه افغانستان که به ترکیه رفته در این نشست به گونه مجازی حضور یافته است. وزارت امور خارجه در اعلامیه دلیل این کار را رد نشدن احتمال ابتلای وزیر امور خارجه به کرونا خوانده است. همزمان با این شمار از رهبران جهادی بر تضمین جهانی برای پایداری سال در کشور تاکید دارند. هرچند هنوز هیچ تاریخ دقیق برای برگزاری نشست استانبول تعیین نشده است، اما ظاهراً رایزنی‌ها برای برگزاری آن پس از ماه رمضان در جریان است. نشست سه‌شنبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه هم ظاهراً بخشی از آمادگی‌ها برای این نشست است. محمد حنیف اتمر از افغانستان برای اشتراک در این نشست به ترکیه رفته، اما به دلیل احتمال ابتلا به ویروس کرونا به گونه مجازی در این نشست شرکت کرده است. اثرگیری مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، تقویت اجماع در حمایت از روند صلح، نقش پاکستان و ترکیه در تقویت اجماع و موافقت مذاکرات صلح افغانستان، گسترش همکاری‌ها و روابط سه‌جانبه میان از این سه کشور از آجندای عمده از این نشست است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به دلایل صحی و توصیه دکتر مالج در این نشست به صورت مجازی اشتراک می‌کند. در کنار تلاش‌ها و نگرانی‌های جهانی در مورد روند صلح افغانستان، محمد اسماعیل خان خواهان ضمانت جهانی برای پایداری روند صلح افغانستان است، چرا که از دید او در حال حاضر نه دولت و نه طالبان اراده برای صلح ندارند. یک تضمین در برابر ادامه صلح حکومت بعد از کنفرانس که به وجود میاد یک تضمین بین‌المللی وجود نداشته باشه، یقین که آدم صلح شکننده خواهد بود. آدم نمیتونه که ما هم باورمند باشیم که واقعا جنگ 100% ختم خواهد شد. با باور معاون پیشین وزارت دفاع ملی، برگزاری نشست ترکیه حتمی است و احتمالاً در این نشست چون نشست 20 سال پیش بن روی یک نقشه سیاسی برای افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. یک نشست مثل نشست بن خواهد بود، یک نشست نتیجه بخش و سرنوشت ساز که در او روی 3 مورد توافق خواهد کرد اطراف منازعه افغانستان: آتش بس، نقشه راه سیاسی و روابط آینده افغانستان با جهان و منطقه. گزارش‌های استخباراتی را که من مرور کردم نشان می‌دهد که طالبان برای یک جنگ آمادگی می‌گیرند و بر اساس این گزارش‌ها یک بخش بزرگ از جنگجویان خارجی از پاکستان وارد افغانستان شده و در برخی از ولایت‌ها به شمول ولایت‌های لوگر، پکتیا و ننگرهار آمدند و این نشان می‌دهد که طالبان بر انجام گفتگوهای معنادار با دولت افغانستان آماده نیستند. با این حال روز گذشته یک هیئت 5 نفری طالبان هم برای رایزنی در پیوند به تحول‌های پسین صلح از دوحه به پاکستان رفته است. تاریخ جدید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و نشست ترکیه از جمله موردهای گفته می‌شوند که هیئت این گروه در مورد آن با رهبری این گروه مشورت خواهد کرد.
بنابر گزارش ها، هیئت طالبان احتمالاً با مقام های پاکستانی به شمول وزیر خارجه رئیس ستاد ارتش و نیز رئیس اداره استخباراتی پاکستان دیدن خواهند کرد. کار آبگیری بند شاه و عروس در کابل تا یک هفته دیگر آغاز می شود. والی کابل می گوید که روند استملاک زمین ها و خانه های مردم در اطراف بند تمام شده و کارهای ساختمانی اطراف بند هم رو به پایان است. بیشتر گزارش های نشر شده بود که بخش های این بند دچار رخنه شده، اما مسئولان اداره تنظیم آب با رد این گزارش ها می گویند اگر چنین می شد روند آبگیری را روی دست نمی گرفتند. پس از 11 سال کار سرانجام بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره کابل تا یک هفته دیگر آماده آبگیری می شود. مقام های ولایت کابل همراه با مسئولان اداره تنظیم آب اینجا در بند آمدند تا روند استملاک زمین ها و خانه های اطراف این بند را آغاز کنند. و گفته والی کابل در حال حاضر 200 جریب زمین و بیش از 30 خانه استملاک می شود. آخر هفته ما به آبگیری بند شروع کنیم. یعنی بند امروز آماده آبگیری هست و من می سوالم کردم که چه اشکال داره که ما بریم دیگه دروازه رو بسته کنیم. ما می تصمیم رسیدیم که با مردم همین مسائلی که بین دولت یعنی حق و حقوقشان است پرداخته شود. در 11 سال گذشته کار این بند 3 بار متوقف شده بود. دلیل آخر آن هم نمایان شدن رخنه در بخش‌های از این بند خوانده شده بود. اما حالا مسئولان اداره تنظیم آب میگویند که هیچ شکستگی در این بند پدید نیامده است و از این رو آنان با اطمینان کامل روند آبگیری را تا یک هفته دیگر آغاز خواهند کرد. که هیچ نوع مشکل تکنیکی در این بند وجود نداره و خوشبختانه امروز ما و شما که اینجا هستیم تدابیر بستن گیت زیر به خاطر جمع‌آوری آب کوشش میکنیم که نهایی شود. بند شاه و عروس ظرفیت تولید 1.2 میگاوات برق را دارد. حدود 3500 هکتار زمین را آبیاری می کند و به گفته مسئولان آب آشامیدنی شهر کابل را هم تأمین خواهد کرد. 3500 خانواده هم از برق و آب این بند برای کشاورزی بهره مند خواهند شد. 9 متر مکعب اوبه ذخیره لري، کاسه بند ذخیره ظرفیت لري. 4 میلیون متر مکعب اوبه کابل ته انتقالي. 1.2 میگاوات برق تولیدوي. 2200 الی 3200 جریبه هکتار هم ځکه خړوبوي. این بند نزدیک به 55 میلیون دلار هزینه برداشته و یک شرکت ایرانی عهدهدار ساخت آن شده است. 14 میلیون تن در افغانستان با نبود مسئولیت غذایی حاد روبرو هستند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در گزارش دلیل این وضعیت را خشکسالی، بهای بلند مواد غذایی، بیکاری و بیماری کووید 19 گفته است و گفته این نهاد از این 14 میلیون بیش از 4 میلیون و 200 هزار نفر به گونه عاجل و کمک‌های غذایی برای ادامه زندگی نیاز دارند. وزارت رسیدگی بر رویدادها هم میگوید که 21 ولایت کشور در سال روان با خشکسالی روبرو خواهند بود. پاسخ مسئولان نهادهای حکومتی به این وضعیت ما مثل همیشه این است که آمادگی‌ها و برنامه‌های برای خشکسالی و بیکاری روی دست دارند. فرشاد داریوش گزارش می‌دهد. جنگ نوز خانواده مراد 71 ساله را گرفته است. او به عنوان تنها بازمانده خانواده‌اش 6 سال پیش خانه‌اش را در قندوز رها کرد و به کابل فراری شد. اینجا در منطقه قلعه وزیر خوشحالخانه کابل در اردوگاه با کمترین امکانات زندگی بود و باش می کند. این خوردنی ما برادر، این نان قاق است، این نان قاق است. این میره ما 1 ماه نان است، 2 ماه نان است. این خدا شاید است که این نان قاق، این سرش آویجش میپرته، میره استفاده میکنیم. دیگه روغن و چیز خون نداریم. زوری ما میروز 1 کیلو کچالو گل برای تو نمیرسه، 1 کیلو پیاز نمیرسه. اینجا 4-5 سال ناامنی و آوارگی قصه بیشتر خانواده ها در این ساحه است. ماگل هم خانه‌اش را در قندوز 5 سال پیش رها و حالا در این وضعیت با 9 فرزندش در این خانه زاغگونه زندگی می کند. فقط خودم آمده دانم طفلک ما گفتم خورده است. اما نار اشکمش سیر میکردیم، خود ما چند روز هم اینجا گوشنه هستیم.
این حال در رمضان آمده که حیران هستیم که ما چرب ندیدیم تا بال نه برنج دیدیم نه روغن هیچ چیز خدا را مانه، فقط یک نان چای خشک ما افطار میکنیم، سحری میکنیم، خلاص. بنابر گزارش سازمان ملل حدود 14 میلیون تن در افغانستان در ناداری هم قصه این خانواده ها اند. بنابر گزارش این سازمان به دلیل بیماری کووید 19 بهای بلند مواد غذایی و بیکاری گسترده در کل حدود 14 میلیون تن با مشکل نبود مسئولیت غذایی احاط روبرو هستند که از این میان از هر 10 شهروند کشور یکی از لحاظ دسترسی نداشتن به غذا در وضعیت اضطراری به سر میبرد و به کمک عاجل نیاز دارد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گفته است که با توجه به اقلیم افغانستان این کشور امسال با خشکسالی روبرو خواهد شد و این مسئله نبود مسئولیت غذایی را تجدید خواهد کرد. مقام‌های حکومت افغانستان هم نگران پیامدهای خشکسالی هستند. بنابر آمار وزارت زراعت، برف و باران در سال روان 40% کاهش داشته است و از سوی وزارت رویدادها هم برآورد کرده که 2 میلیون تن در کشور در معرض خشکسالی قرار دارند. خشکسالی هم به عنوان یک نوع حوادث طبیعی در سال جاری میزانش افزایش پیدا خواهد کرد و نزدیک به 2 میلیون نفوس در معرض خشکسالی قرار دارد در سراسر کشور که نزدیک به 21 ولایت کشور شاهد خشکسالی خواهد بود و همچنان نزدیک به 3 میلیون رأس مواشی نیز در معرض تهدید خشکسالی قرار دارد. طبعا ناشی از تغییرات اقلیم است که تغییرات اقلیم نه تنها افغانستان هم متاثر ساخته، کشورهای منطقه و کشورهای جهان هم از این متاثر شده. ما در بخش رسیدگی به وضعیت مالدارای آسیب‌پذیر و جلوگیری از یک بحران در سکتور مالداری مانند سال 97 آمادگی داریم. وزارت اقتصاد میگوید که بر اساس بررسی سال پارین وزارت 37% مردم با مشکل نبود مسئولیت غذایی دست و پنجه نرم میکنند. فعالیت‌هایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان، بهبود وضعیت اجتماعی افغانستان ما داریم سر از او کار میکنیم و این میتونه هم برای اشتغالزایی مفید و مؤثر باشه و هم میتونه برای صنعت کشاورزی و زراعت مفید باشه. در گزارش سازمان ملل نیز پیش بینی شده است که احتمالاً نیمی از کودکان زیر 5 سال در کشور امسال با سوء تغذیه حاد مواجه خواهند شد. مسئولان در ولایت بادغیس از فاجعه انسانی ناشی از خشکسالی هشدار میدن. به گفته مقام‌ها امسال به دلیل نبود بارندگی کشتزارها، علفچرها و مواشی در حال نابودی است و اگر به وضعیت این ولایت توجه نشود فاجعه انسانی هم رخ خواهد داد. مسئولان ریاست زراعت این ولایت میگن که 80% کشتزارهای این ولایت للمی است و اگر باران نبارد این کشتزارها کاملا از بین میرود. بهار امسال بادغیس که بیشتر شبیه فصل خزان است. خبری از سرسبزی بهاری هر سال نیست. کشاورزان میگویند که بسیاری از کشتزارها و علفچرهایشان وابسته به بارانهای فصلی است، اما ماه حمل بدون هیچ بارانی گذشته است، وضعیتی که سبب شده کشتزارها و علفچرها بخشکند. بسیار کشتا طرفای پیتو نیسر در زمینا، طرفای پیتوش کلان دست رفته، طرفای نیسر کمال فعلا هم سبزه که خدای پاک باران چیزی بیتیه. امیدی است اگر ناتیه خلاص از حساب کشت کنجد خلاصه، حساب کشت نخود خلاصه. سال سختی بسیار خطرناک، سال حیوانات هم به ظرفیت انسان ها هم به مرگ مبتلاه. نی زیره، نی گندم، نی جو، نی علف همین مردم صبح میشه که همته عرصان که خدا ما چیکار کنیم. بارش نشد، چیزی نشده، گندم سوز کرد با یک بلیس علی مردم بوتا میکنه. یک بلیس شده خوشه بازار کرده، از اون طرف مصفاین خشک شده رایی مردم بوتکنی به دست خود میکنه. مسئولان زراعت بادغیس میگویند که کشتزارها پیش از رشد رویشی، رشد زایشی یعنی خوشه کردند و این سبب از بین رفتن حاصلات گندم می شود و آنان نمی توانند حاصلات مورد نظرشان را به دست آورند. مردم دیگه کدام منبع معیشتی ندارند، احتمال داره که منجر به بیجا شدن یا ای که خدای نکرده منجر به بعضی از فاجعه های انسانی هم حتی رخ بده.
شورای ولایتی بادغیس هم میگوید که اگر حکومت به کمک مردم نرسد، صدها خانواده مجبور خواهند شد که از خانه و کاشانه ایشان آواره شوند. جلو بیجا شدن مردم گرفته بشه. اگر حال مردم به خانه خود نان نداره، به یک منطقه است که نان نداره، آب و سرپناه داره. هم به یک منطقه که آب نداره، نان و سرپناه داره. حالا به خاطر آب اگه بیجا میشه، مجبور میشه که بیجا که شد به سه مشکل دچار میشه، هم غذا و هم سرپناه و هم آب. والی بادغیس ما میگوید که آنان در گام نخست برنامه آگاهی دهی را روی دست گرفته و همچنان در پی جلب کمک های نهادهای امداد رسان هستند. سر از امروز ما سروی مناطق آسیب پذیر که به اثر عدم بارندگی آسیب پذیری بسیار جدی دارند، سر از امروز سروی را آغاز کردیم و در روزهای آینده ما اقدامات عملی را انجام خواهیم داد. ولایت بادغیس در غرب افغانستان یکی از ولایت‌های آسیب پذیر از رهگذر خشکسالی و تغییر اقلیم است و بیشتر تولیدات آن هم وابسته به باران‌های فصلی است. امری که باشندگان این ولایت را بیش از پیش وابسته به طبیعت کرده که ظاهراً بنابر تغییرات اقلیمی باران و گرمایش آن چنان پیش‌بینی پذیر نیست. در پی گماشته شدن محمد داود به عنوان والی جدید فاریاب، معاون شورای عالی مصالحه ملی گفته است که تغییرات بدون مشورت کمر جمهوری خواهان را میشکند. عنایت الله بابر فرهمند گماشته شدن والی جدید را ناشی از یک تصمیم سیاسی خوانده و گفته است که تغییرات در شرایط حساس امنیتی و بدون تاریخ، آن هم بدون مشورت، کمر جمهوری خواهان را میشکند. معاون شورای عالی مصالحه ملی با انتقاد از ارگ گفته است که ریاست جمهوری با شعار مردم سالاری در پی تحکیم دیکتاتوری است. صبح امروز اداره مستقل ارگان‌های محلی اعلام کرد که محمد داود بر اساس پیشنهاد این اداره و منظوری رئیس جمهور غنی به حیث والی جدید ولایت فاریاب تعیین شده است. گزینش ناسنجیده شده از سوی ارگ مورد قبول مردم ولایت فاریاب نمی باشد. شماری از باشندگان هلمند در برابر فرماندهی پلیس این ولایت در اعتراض به آنچه شلیک پلیس به مردم ملکی می‌خواند خیمه تحصن برپا کردند. این معترضان میگویند که پلیس هلمند پس از درگیری لفظی به مردم شلیک کرده است. در ولایت جنگ زده هلمند مردم برخاسته از جنگ و بارود اینجا در برابر فرماندهی پلیس هلمند خیمه تحصن برپا کردند. میگویند که پلیس هلمند ابتدا آنان را لطکوب و سپس بر روی مردم شلیک کرده است که در پی آن یک تن کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. حالا اینان خواهان عدالت هستند و تأکید دارند که عاملان این رویداد به دادگاه کشانیده شود. چې 2 کسان څنګه په یوه ورځ هیڅ تاسو مازدیګر ولې د خلک نه خبرول، خلکو ته د باید معلومات ورکړي وای چې وروره ستا چې پاکله موږ ته ګزارش راغلی دی، موږ باید دا خلک ایست. یوه پله د دولت راستی چې ته ولاړ د هلمندیانو دفاع وکړه او د هلمندیانو د مظلوم ولس پر سر لاس ونیسه چې هغه بیا غمه خوب وکړي، خو تا ښه بیا غمه خوب ورکړي. هم د واج د قومونو تر مابین نفاق راولي، دی په فساد اخته سړی دی، ظالم دی، قاتل دی چې یو څوک ورځي د چا کور ته په پښتونګلوۍ کې په اسلام کې آیا د چا کور ته سړی ورځي بیا دغسې کوي چې د میلمه په نامه یې راغواړي. فعالان مدنی در این ولایت هم خواهان برخورد قانونی با این موضوع هستند. دغه ځوانان یا کسان چې دلته اوس دا کار ترسره کړی باید د قانون منګولو ته وسپارل سي او هغه که سناتور لاس باندې پروت وي، که د یو مدني فعال لاس باندې پروت وي، که نور مافیاو لاسونه باندې پراته وي، دغه کسان باید مجازات سي او د دوی څخه باید پوښتنه وسي. پلیس هلمند اما در مورد شلیک پلیس بر روی مردم حاضر به پاسخگویی نشد. اما فرماندهی پلیس هلمند میگوید برادر هاشم علی کوزی عضو مجلس سنا همراه با برخی افراد مسلح وارد فرماندهی پلیس شده و به نیروهای امنیتی تیراندازی کردند که 3 پلیس هم زخم برداشته‌اند. حالا هم نگاه به مهمترین خبرها از جهان.
روسیه روند عقب نشینی نیروهایش را از بخش‌های نزدیک به مرز اوکراین آغاز کرد. وزارت دفاع این کشور اعلام کرده واحدهای ارتش که از چند هفته پیش در حوالی مرزهای اوکراین مستقر شده بودند، عقب نشینی را آغاز کردند. استقرار ده‌ها هزار سرباز ارتش روسیه در مرز با اوکراین نگرانی‌های شدید را نسبت به احتمال تهاجم گسترده ارتش روسیه به اوکراین برانگیخته بود. با این حال وزارت دفاع روسیه میگوید جنگ افزارهای سنگین در غرب روسیه برای رزمایش بزرگ نظامی دیگر در پایان امسال همچنان در محل باقی خواهند ماند. روسیه چند پیش رزمایشی را در کریمیا برگزار کرد که در آن بیش از 60 کشتی، 10,000 نیرو، 200 هواپیما و حدود 1200 وسیله نقلیه نظامی شرکت کرده بودند. دست کم 13 تن در آتش سوزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کووید 19 در هند جان باختند. به گفته مقام‌ها این آتش سوزی صبح امروز در نزدیکی پایتخت رخ داده و علت آن هنوز روشن نیست. نخست وزیر هند در توییت ضمن تسلیت این حادثه را غم‌انگیز خوانده است. حادثه در حال صورت گرفته که هند درگیر موج دوم مرگبار همهگیری کووید 19 است. شمار مبتلا شده ها در شبانه روز گذشته در این کشور 333,000 گفته شده که بالاترین میزان مبتلایان در دومین روز متوالی در این کشور و همچنین در جهان است. تعداد مرگ و میر هم در 24 ساعت گذشته در هند 2270 نفر ثبت شده است. و حالا هم تازه های ورزش. قرار است تا کمتر از 20 روز دیگر شکران پروانی مشتن حرفه‌ای افغانستان در شورای جهانی WBC وارد میدان نبرد شود. پروانی که از چندی به این سو در مسکو تمرین می‌کند از آمادگی خوبی برخوردار است. کمپ ما این دفعه در مسکو کمپ ماست. بسیار تمرین‌های خوبش که امروز مثلا سپارینگ داشتم. الحمدلله خوب سپارینگ داشتم که 8 راوند سپارینگ کردیم که بسیار خوبش بود. من انشالله ردی هستم. امروز هم ردی هستم. مگم 15 مای بیخی ردی می باشم. پروانی تاکنون 15 مسابقه داده که هیچ شکست در کارنامه اش دیدن نمی شود. این بار متفاوت از رقابت‌های پیشین او، مسابقه پروانی به گونه زنده و قانونی از تلویزیون جهانی یک نشر می شود. تشکر از وان تیوی که مرا سپورت میکنن، مرا پروموت میکنن که مسابقه ما در تلویزیون شام میتن. تشکر از کل افغانان که در افغانستان هستند، در روسیه هستند، در آلمان، استرالیا، کانادا و امریکا مرا سپورت میکنن، مرا دعا میکنن. تشکر از شما. حریف پروانی از کشور نامیبیا است که 39 مسابقه در کارنامه دارد که از آن میان 29 بار پیروز شده است. از هفته 31 رقابت‌های لالیگای اسپانیا شب گذشته 4 بازی برگزار شد. در حساس‌ترین دیدار تیم‌های بارسلونا و خطافه به مسافه هم رفتند که این دیدار با نتیجه پرگل 5-2 به سود آبیاناری‌ها به پایان رسید و 3 امتیاز این هفته به شاگردان رولند کومان رسید. خبرها همین قدر بود. ممنون که یک را بیننده هستید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.